مخصوصا در ایرانیان عزیز که تشویش و التهاب و افسردگی زیربنای تاریخی داره که همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و بعد نگاه میکنیم میبینیم که بچه، هر کدوم از بچه ها ممکنه که این تشویش و التهاب رو به مدل به خصوصی در شخصیت خودشون به وجود بیارن و حمایت بکنن از خودشون و در مقابل مدرسه رفتن بچه های دیگه، معلمین، پدر و مادر خودشون یه فرم به خصوصی رو پیدا بکنن به اینکه که چطور اطلاعات دنیا رو دارن میگیرن، فرا میگیرن، تبدیل میکنن، انالایز میکنن و بعد از آنالیز کردن چجوری تصمیم میگیرن که از خودشون نگهداری بکنن و باقی بمونن توی این دنیایی که مکررن داره براشون یه چیزی رو میاره که این دنیاشون هم مکررن داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه با چیزای به خصوصی که به وجود میاد، مثل ویدیو گیم ها، مثل کارهایی که بعد یاد بگیرن، مثل درس ها داره سخت‌تر میشه. یعنی کسی که مثلا 100 سال پیش دار میرفت مدرسه با کسی که امروز باید بره مدرسه خیلی متفاوت داره. یعنی فشارهایی که کلاً قرن 21 داره برای بچه‌ها به وجود میاره خیلی متفاوته تا قبل. و بعد توی سیستمی که کلاً از فراگیری و از چیزی که از دنیا داره میاد التهاب پیدا میکنه، وقتی که دنیا پشت سر هم داره بامباردش میکنه با چیزهای مختلف، مشخصا طریق برخوردش با مسائل دنیا متفاوت میشه. یا 100 سال پیش مقدار مثلا مادر و پدر معمولا یکیشون حداقل تو خونه بود، داشت ازشون نگهداری میکرد، و در حالی که ما الان درباره دنیایی داریم صحبت میکنیم که مادر بیرونه، پدر بیرونه، خود بچه هم 10 تا کلاس باید بره، این کارو بکنه، اون کارو بکنه. یعنی مقدار استرس اینقدر بالاست که مسائل شخصیتی اگزاجره میشه به یک مقدار زیادی، اصلا خودش رو در مقابل استرس هایی که وجود داره مجبوره که بالاتر بکنه، بالاتر بره، و طریقی که با مسائل دنیا داره دیل میکنه خیلی تفاوت خواهد کرد. و چون نگاه ها هم متفاوت شده، فکر بکنید که یک مادری خسته است، پدری خسته است، بلند میشن میرن کار میکنن، بعد که میان دیگه انتظار دارن که یه سری چیزا تق 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 انجام بشه، و وقتی که انجام نمیشه به نظر من اونها هم به خاطر زمان کمشون انتظاری رو دارن که میدونید مثل کلاک ورکس همه چیز باید انجام بشه، و اونجاست که با هم دیگه یه مقدار زیادی تو درگیری هم میفتن که شاید کمتر ماها به این حالت، یعنی فلکسیبیلیتی و باز بودن به اینه که بچه چه زمانی چه کارهایی رو بکنه ممکنه خیلی بازتر بود تا امروزی که خیلی مسائل ماشینه شده و باید همه چی در زمان خودش باشه تا ماها بتونیم بریم جلو. و دنیا خیلی کامپلیکیتد تر، خیلی پیچیده تر شده، چون ماها از همدیگه خیلی متفاوت شدیم. فرض کنیم 100 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش توی یک جامعه معلم یک شخصیت خاصی رو داشت و توی تلویزیونا این استریوتایپ رو میکردن که پدر این شکلی بود، مادر این شکلی بود، معلم این شکلی بود، و همونو توی همه فیلم‌ها اون تایپ رو میدیدیم. برای اینکه فرض کنین که یه جامعه مثل مزرعه، همه مزرعه دار بودن، شخصیتاشون به هم نزدیک بود، کسی مسافرت نمی کرد، کسی درس بیشتر از کسی دیگه به اون صورت یاد نمی گرفت، همه تا کلاس 4م 5م 6م یه درسی اگر چیز میخوندن و شماره ها رو جمع و ضرب میکردن، یه کمی متن بلد بودن، با سواد بودن، بقیه بی سواد بودن، و بنابراین خیلی شخصیت ها به هم دیگه نزدیک بود. الان ما اصلا از یک جای، یک کشور دیگه بلند شدیم اومدیم اینجا، یک جایی که کامپلیتلی اصلا کاملا مالتی کالچرال هستش و آدمای بسیار متفاوتی توی مدارس، معلم‌ها یکی به یکی دیگه اصلا شبیه نیست، و می‌بینیم که بچه‌های ما چقدر با یه معلم بهتر تا میکنن و چقدر مشکل دارن با یه معلم دیگه. و بعد مهاجرینی که فرضاً فکر کنین که در ایران داشتن درس میخوندن و یه سیستم بخصوصی رو از معلم داشتن نگاه میکردن که بهشون میگفته بکن نکن چه کار باید بکنی، و بعد میرن ممالک مختلف. حالا کسانی که رفتن اروپا به یه مدل، استرالیا به مدل، ژاپن به یه مدل، امریکا به یه مدل، و حتی امریکا هم میبینین که مثلا معلمین کالیفرنیا ممکنه با معلمین ایست کوست و نیویورک خیلی متفاوت باشن بسیار. و حتی این تفاوت‌هایی رو که باز بچه‌ها میبینن با معلمین و بعد میبینن بچه‌ها توی مدرسه
کجا هستن و چه کاری میکنن با معلمی خیلی متفاوته. اینو ما خیلی در مهاجرین میبینیم که بچه هایی که از ایران اومدن و طریقی که با پدر و مادرشون بودن، به خاطر اینکه کل جامعه این مدل رفتار رو براش رایج بوده، اونطوری رفتار میکرده با پدر و مادر، با معلم یه مدل به خصوصی رفتار میکرده، احساسش به پلیس یه مدل به خصوصی بوده، بعد بلند شده اومده امریکا. اولش که اومده دیده که خب بچه‌ها پاهاشون رو میذارن بالا و بی احترامی مادرشون آدامس میجوان، نمیدونم معلم و هر چی دلشون میخواد صدا میکنن، میخندن. بعد میبینن معلم، بعضی از معلم‌ها ممکن عصبانی بشن، بعضیام نه، تازه با اونا میخندن، سر به سرشون میذارن و این حرکاتی رو که اونا میکنن رو بعد نمیدونن. بعد با 4 تا بچه دیگه حرف میزنن، میگه که آره مادرم من اینو گفته، میگه بی خود، نه مادرم بهم گفته اصلا گوش نمیدم. چیکار میتونه بکنه؟ اگرم خیلی شلوغ بکنه تلفن میکنم به این Department of Children's Services. و میدونین یه چیزهایی اون وقت از هم یاد میگیرن که تازه برای اولین بار فکر میکنن که پس من کاری هم میتونم بکنم ورای اون کارهایی که داشتم انجام میدادم و با اون رول ها میتونم یک مدل دیگه‌ای باشم. تمام سیستم و فرهنگ توی یک کشور وقتی که دنبال یک نوع تربیت بچه میره، ما میتونیم اون نوعی رو که داریم تربیت میکنیم دنبال بکنیم. ولی وقتی میایم به یک کشور دیگه، به یک جای دیگه و اون فرهنگ چیزی رو که ما میخوایم دنبال نمیکنه، ما نمیتونیم برگردیم بگیم اوکی راه من اینه و من اینجوری میخوام بچه رو تربیت بکنم. و بعد وقتی که این مسئله پیچیده تر میشه با بچه‌ای که شخصیتش مشکل تره، که مسیجای دنیا رو، پیغامای دنیا رو یه جور دیگه داره میگیره و سرسخت تره، بعد من باید برگردم عقب نگاه کنم و بگم من چه کار میتونم بکنم که واقعاً به فرزندم با این مشکل که نمیشه گفت، با این نوع متفاوتی که داره به زندگی نگاه میکنه بتونم کمک بکنم و با این پیچیدگی که من به عنوان یک مهاجر اومدم، حالا یا اروپا یا کانادا یا ایران یا هر جای دیگه‌ای که هستم، چجوری میتونم به فرزندم این کمک ها رو بکنم. نوعی که کار نمیکنه 2-3 نوع پرنتینگ، والدین بودن هست که کار نمیکنه. یکی این که زیادی توی حد و مرز بچه رفتن کار نمیکنه. اگر یک کودک، اگر یک نوزادیه که این پیغاما داره اینجوری براش میاد و 7-8 ماهشه و من میرم باهاش بازی بکنم و اون سر و صدایی که من دارم میکنم براش زیاده، یا بلندش میکنم بالا میندازمش و تمام بدنش جمع میشه و شروع میکنه گریه کردن، من نمیتونم بگم پسرم ترسوه باید یه کاری بکنم مرد بشه، نباید بترسه و من هی اینو بندازمش بالا و بخوام بیشتر بخوام. هرچی هم مادر میگه بابا بچه داره گریه میکنه نکن، پدر میگه سیسی بالا نیارش، اینجوری بچه ننه بالا نیارش، درست نیست، من بذار من میدونم چه کار کنم. بچه یاد میگیره که خودش رو از شما حمایت کنه، بچه یاد میگیره به شما بگه نه، بچه یاد میگیره که شما حمایتش نمی کنین تو همون سن کوچیکی 7 8 9 10 ماهگی. بعد میشه 2-3 سالش 4 سالش نشسته داره با بلاک‌ها بازی میکنه، یه کمی مشکل داره چون دستاش به قوی بچه‌های دیگه نیست، چون کوردینیشن اونجوری که باید نداره، 4 تا بلاک رو روی هم میذاره، بعد هی میفته، بعد یه کمی عصبی میشه. شما اگه بیاین این 4 تا رو صاف کنین 2 تا دیگه هم بذارین روش، تمام بدنش شروع میکنه یه حالت ریجید به خودش میگیره که نمیخواستم تو بکنی، من دارم سعی میکنم خودم رو قوی کنم، من دارم سعی میکنم این کار رو تو مسترت بتونم به دستش بیارم، بتونم خودم رو مثل این که من دارم مینویسم تو بیای بگی بلد نیستی بنویسی، تو برام بنویسی، خودم رو دارم تکامل میدم، دارم خودم رو تکامل میدم، نکن این کارو. بنابراین توی حد و مرزش نباید رفت. بعد والدینی هستن که کیوی بچه رو نمیخونن که باز نزدیک به همون باعث میشه که وارد حد و مرز بچه بشن. اگر بچه خودش رو جمع میکنه من میام بغلش کنم، باید یاد بگیرم که چجوری بغلش کنم. یادمه برادرم وقتی که فرزندش یه مقدار بزرگتر شده بود، 3-4 ماه 5 ماه 6 ماه، بچه‌شون فوق‌العاده حساس بود و من که عاشق بچه‌ام از در که میومدن تو عمه بازی در میآوردم میرفتم قربون روح ماهت برم با اون
صورتو برادرم میگفت تو رو خدا یواش آروم، الان بچه گریه میکنه و من میگفتم من 30 سال درس خوندم میدونم با بچه چه کار کنم. یه چیزایی رو من نمیدونستم و بعد یاد گرفتم که این بچه اینو دوست نداره. وقتی من با اون هیجان با اون سر و صدا دارم میام طرفش، احساس خطر